مهنت بسیار چیز خوبه. عملا و نظرا تو انسانی کامل و اصیلی. عملت با اندیشه ها و پندهایت یک است. یک رو بودن را زی تو آموختم، صافی و پاکی و روشن فکر و نیک نظر بودن و دویم عبادت بودن مهنت را از تو دریافتم. استاد آباد کارم، از سنگلاخ باغ بنیاد کردی تا ثمر به آینده فرزندان باشد. اگر این باغ برای فرزندان باشد، پس ما برای این وطنیم. تو آمدی به زندگیم، دنیای من رنگین شد. چون مولانا وار آمدی، صفا آوردی، قلب و روحم روشن گشت.